محفل نوبتی خردمند در دانشگاه ملی تاجیکستان به حیات و فعالیت شاعر زنده یاد بازار صابر بخشیده شد. رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور قابلجان خوشوقت‌زاده سخنرانی نموده ابراز داشت که اقدام نوبتی در پرتو سیاست خردمندانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده است. ضمن سخنرانی ناطقان ابراز داشتند که بازار صابر 61 سال مقدم فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان را از روی اختصاص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده چند مدت ترجمان متخصصان سابق شوروی در افغانستان بود. سپس مدیر شعبه‌های نظمی روزنامه معارف و مدنیت و مجله صدای شرق سالهای زیاد مشاور نظمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شده کار کرده است. فعالیت ایجادی بازار صابر اولی سالهای 60 آغاز یافت و سالهای 70 سده گذشته چون شاعر شعرهای وطن دوستانه و لیریکی شهرت یافت. اشعار استاد بازار صابر همه وقت دقت و توجه ادبیات شناسان و منقدان را به خود جلب می‌کند. امروزها هم بسیاری عالمان و منقدان ایجادات او را قدر می‌کنند و همیشه بهای بلند می‌دهند. همچون شاعر زبردست و ممتاز نام برآوردن بازار صابر حادثه فوق‌العاده و صنعی نبوده بلکه نتیجه زحمت بسیار ساله شاعر در تکامل و تشکل پیشه انتخاب کرده اوست. سیمای شاعرانه او همیشه روشن، خاصه و در میان هم قلمان خود ناتکرار است. استاد بازار صابر البته همه ما می‌دانیم که در ادبیات ما با ویژگی شعر غنایی خود چهره خاص و ماندگار دارد و اشعار او مملو از درد و آرمان‌های ملی، بزرگداشت تاریخ ملت، بزرگداشت فرهنگ ملت، زبان مادری و شما می‌دانید که شعر زبان تاجیکی او یا زبان وطن و تعبیر دیگر یک سرود ملی زبان مادری ما است. همه او را در سالهای شوروی در همون دورانی که تألیف شده بود از یاد می‌خواندند در انجمن‌ها و این از نخستین همون گلبانک‌هایی بود که در آستانه استقلال ملی واقعی ما مردم را روحیات استقلال خواهی می‌بخشید. گفته شد که از ابتدای سالهای 70 سده 20 تا سال 2013 بازار صابر 17 مجموعه اشعار خود را منتشر نموده پیشکش خوانندگان کرده است. طور محققان و سخنشناسان ذکر کردند شعرهای تاجیکستان، زبان مادری بخارا، احمد دانش عینی، شاعر و شعر اگر هست، دیوار بخارا، تیغ سینا و بسیار شعرهای دیگرش با نگاهی تازه و عمیق، وجد و احساس شیرین و مهر وطنداری و جسارت شهروندی ایجاد شده صحیفه‌های پر افتخار و فاجعه‌ای تاریخ ملت ما را بازگویی کردند و در تربیت نسل‌های گوناگون خوانندگان در روحیه خودآگاهی و خودشناسی و پرورش ذوق سخنفهمی و شعردانی آنها مساعدت نمودند. در محفل سرودها از اشعار بازار صابر در اجرای سراینده شناخته سید قل بلالوف صدا دادند. باید گفت که بازار صابر برای خدمت‌های بزرگش در رواج و رونق ادبیات و سهمش در حیات جامعه سال 2013 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اردن ستاره پرزیدنت مشرف گردیده است.